سلام از یه روز خیلی معمولی. بعد مدت ها اومدم ولاگ بگیرم و اصلا ایدهش از کجا اومد که خیلی یهویی یه روز خیلی معمولی رو بخوام ولاگ بگیرم. این که دیدم من زندگی خیلی برام روتین شده، یعنی نه که فقط روتین شده باشه، دیدی یه تایمی و میگذره و به خودت میای میبینی که من هیچ کار خاصی نکردم، نه درس خوندم، نه کار کردم، نه هر چیز دیگه ای. و البته این چیزایی که دارم میگم یه بخشش هم به این ربط داره که من کلا خیلی کاش کرم قبلش میزد، من کلا خیلی از خودم ایراد میگیرم، یعنی حتی زمانهایی که به شدت مشغولم هم دارم از خودم ایراد میگیرم که میتونستی مشغول تر باشی. ولی یهو مثلا به خودم اومدم دیدم که آقا زندگیم خیلی معمولی شد، به خاطر اینکه من این ترم خیلی کم درس دارم، کلا 2 تا درس دارم و کلاسام 3 روز در هفته است، خیلیاش کنسل میشه به خاطر اینکه امسال نمیدونم چرا انقدر ایتالیا تعطیلات داره و به خاطر همین کلاسای ما مثلا من در هفته شاید 2 روز تا الان رفته باشم سر کلاس، 3 روز در هفته کلاسم هی تعطیلات خورده و اینا، به طور میانگین 2 روزش کلاس داشتم که اونم صبح بوده و بعدش باز دوباره من کار خاصی نداشتم. میدونی به چی میخوام برسم؟ احساس کردم که اگه یه روز دوربین بذارم جلوی خودم و شروع کنم از روزمرگیم فیلم گرفتن، شاید کمک بکنه که یه سری کارها رو انجام بدم. مثلا امروز بیدار شدم میخواستم از بخش صبحونه شروع کنم ولاگ گرفتن، ولی خیلی هپلی هپو بودم به خاطر اینکه فرفری ها میدونم ما صبح که خواب بیدار میشیم انگار مثلا یه ماه همون نرفتیم میرزا کوچکخان جنگلی و صبحونه رو خوردم، یه پادکست گوش دادم و گفتم که یکم مام آب زدم که یکم اوکی بشه، بعد گفتم ولاگو شروع میکنم. خلاصه اینکه این دوربین امروز قراره به من کمک بکنه که من تو زندگی خودم آدم بهتری باشم. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه من احساس میکنم، نمیدونم واقعا هیچ کس رو نمیخوام جاج بکنم، ولی همش یه حسی بهم میگه که آدم های دیگه که ولاگ میذارن واقعا اونقدری که تو فیلماشون نشون میدن اکتیو نیستن. یعنی میدونی شاید به خاطر همینه که هفته 1 بار ولاگ میذارن، به خاطر اینکه اگه قرار بود هر روز دوربین روشون باشه میرسیدن به اون مرحله‌ای که مثلا مجبور بودن یه روز رو نشون بدن که سخت از رو تختشون میتونن پاشن و حالا هر چیز دیگه ای. خلاصه که من تو اون مرحله بودم که خیلی سخت میتونستم از جان پاشم برم به کارام برسم. یعنی معمولا واسه من اینجوریه که اگه خونه برم بیرون ببرم کتابخونه و اینا به کارام بیشتر میرسم، ولی این چند روزه کلا تو خونه بودم، تو خونم درس خوندم، ولی شاید اینکه بیرون نرفتم کلا داره این حسو بهم میده که من نمیدونم. خلاصه که الان هم هیچ جا قرار نیست برم فعلا تا ساعت الان بکنم ساعت 11 تا ساعت 1:30 که منسا باز بشه من قراره تو خونه درس بخونم و بعدش برم سمت منسا، بعدش حالا بریم سمت کتابخونه جای با بچه ها. خلاصه اینو براتون بگم که این که الان دارم آرایش میکنم این یه چیزیه که من برای خودم گذاشتم، نمیدونم تاثیر داره یا نداره، ولی واسه من اینجوریه که روزایی که یکم بی انرژی ام، یکم خسته طورم و اینا و یه چیزی تو چشم
روزایی که بی انرژی هم اگه به خودم نرسم و همونجوری هپلی هپو برم بیرون بی انرژی تر میشم. واسه همین امروز تصمیم گرفتم که خیلی خودم برسم. منظورم واقعا فقط آرایش نیست، مثلا بوی خوب بدم، یه لباس خوشگل بپوشم، یکم آرایش کرده باشم، چهرم بشاش باشه. خلاصه که من حتی تو این گزینه هم دارم از خودم ایراد میگیرم. همش اینجوریم که ویدیو رو قطع کنم یه بار دیگه شروع کنم حرف زدن، چقدر چرت و پرت گفتم. نه، امروز رو قراره با من همراه باشید. هانیه که چند روز احساس میکنه پروداکتیو نیست و امروز دوربین گذاشته جلوی خودش تا سعی کنه پروداکتیو باشه و داره سعی میکنه از یه سری راه فرار برای مغزش استفاده بکنه. مثلا مغزم میگه امروز خوشگل نیستی، نمیخواد از خونه بری بیرون، میام پا میشم آرایش میکنم و از خونه میرم بیرون. مغزم میگه که بشین تو خونه درس بخون، تختم مرتب میکنم که من دیگه تو تختم نرم درس بخونم، بشم پشت میزم درس بخونم. خلاصه اینکه بریم ببینیم امروز چه جوری پیش میره. اینقدر این چند وقته احساس بی انرژی بودن دارم که البته یه اشاره ریزی داشته باشم که دخترها معمولا یه تایمی در زندگیشون بی انرژی میشن، بی انرژی، بی حوصله، اینجوری که به همه چی گیر میدن و این داستانا. اما من بازم با اینکه میدونم دلیلش چیه میره رو مخم و اینجوری هم که نمیدونم چجوری هم اینجوری که باید درستش بکنم، نباید انقدر بی انرژی باشم. یعنی میدونی انگار برنامه دادن به مغزم که آقا نمیتونه قبول بکنی که خب تو این ترم درس کم داری، معلومه که به اندازه ترم قبل درس نمیخونی چون کم داری، و اینکه تو کم درس میخونی دلیلش این نیست که درس نمیخونی، دلیلش اینه که دیگه درسی واسه خوندن نیست. میدونی چی میخوام بگم؟ کلا انگار دنبال اینم که به خودم گیر بدم. یعنی کلا انگار عادت کردیم که من عادت کردم که یه تایمی اگه دارم استراحت میکنم به بیکاری میگذرونم، کاری که دلم میخواد انجام بدم، فیلم میبینم یا حالا هر چیز دیگه ای، با خودم اینجوری باشم که تو داری وقت تو تلف میکنی و این داستان. خلاصه میگم انقدر که این بی انرژی بودنه و اینا به هم فشار آورده بود، دیروز رفتم منیزیم خریدم. گفتم شاید منیزیم اون کلیدی باشه که من دنبالش میگردم. ولی نه جدی، من اصلا مکمل اینا نمیخوردم. حالا ویتامین C، ویتامین D، ویتامین B، منیزیم، اومگا 3، هیچ کدوم از اینا رو نمیخوردم، ولی داشتم. خیلی تک و توک میخوردم، یعنی مثلا ماهی 1-2 بار میشد که من میخوردم. ولی از یه هفته پیش تقریبا که احساس کردم یکم بی انرژی هم و این داستانا، تصمیم گرفتم که مکملا هم بخورم. الان از این به بعد منیزیم روتین صبحمه. من دیگه صبح روتین دارم بچه. آره خلاصه روش هم نوشته مزه پرتقال طبیعی میده، ولی اصلا مزه پرتقال طبیعی نمیده. بیشتر مزه اون شربت نارنجی هایی که بچه بودیم میخوردیم میده، اونایی که روی شیشش چند نفر اینجی پیدا بودن، هوا خیلی پر انرژی بودن، مزه اونا رو میده با نمک. خلاصه که ببینیم منیزیم چی کار میکنه دیگه. من الان میشینم درس میخونم به خاطر اینکه فردا یا پس فردا 8 خلاصه ارائه دارم و باید فایلش آماده کنم، یکم مقاله بخونم و این داستانم. یی فن.
نمیدونم مشکل از چیه، ولی دلم نمیخواد هیچ کدوم عوض کنم. تو آینه نشون دارم چقدر اذیت میکنم خودم. میبینی خیلی چیز جالبی نشده ولی بعدم نشده. من درس بخونم دیگه، کار خاصی که ندارم. نه بد نیست، خوبه. الان که دقت میکنم میبینم که خوبه. من به خاطر اینه که هوای پادوفا خیلی میدیه و ممکنه باد و بوران شه و من یخ نزنم. بریم. آقا یه چیزی که من هر دفعه صبح یکم زودتر از حالت عادی بیدار میشم میفهمم اینه که هیچ کاری هم که نکنی انرژیت واسه ادامه روز بیشتر. امروز خیلی نظرم جالب نیست. خلاصه این که بعدم نشد، با اینکه کار خیلی خاصی نکردم ولی احساس میکنم بهتر از هیچ کاری نکردم. بریم نهار بخوریم. نه آب داره میچکه. خب آقا ما به انستارم رفتیم، غذامونو خوردیم دیگه. الان اومدم چا تکون میخورم. الان اومدم خوابگاه با بچه ها بشیم یکم درس بخونیم و بعدش هم ببینیم چی میشه دیگه. ممکنه تایم استراحت، البته هوا خیلی بادیه ولی احتمالش هست که یه والیبالی هم بازی کنیم. خلاصه اینکه برم برای میتینگ فردا و ارائه پس فردا آماده شم. هیچ کس هم نیست، قشنگ قدرت انتخاب دارم. البته وسایلشون رو گذاشتن ولی قدرت انتخاب دارم که کجا میخوام بشینم. قطعا کنار پریز با ویو بیرون. آخه اینی که اینجا بوده داشته طراحی کار میکرده. شما رو الان به سمیه تکیه دادم که یکم باهاتون حرف بزنم. از منزا که اومدیم یکی دوتا، من نمیدونم چرا امروز این شکلیم. اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم که یکم راحت تر باشم با خودم. از منزا که اومدیم یکم ویدیو کال کردم چون خیلی وقته که مطمئنشم کسی اینجا نیست. خیلی وقته که به هم میگن که مثلا زنگ بزن حرف بزنیم با هم دیگه و اینا. با مامان بابام تقریبا یه روز در میون حتما حرف میزنم اگه هر روز نشه. حالا یه روزایی که خیلی سرم شلوغه کمتر ولی سعی میکنم که هر روز باهاشون حرف بزنم. اما با بقیه مثلا خانواده و اینا خیلی کم صحبت میکردم. مثلا همین امروز با داییم و با دوتا از داییام و یکی از زن داییام و مامان بزرگم صحبت کردم. حقیقتش اینه که دلم خیلی تنگ میشه براشون ولی احساس میکنم من یکم فرار میکنم از این قضیه. یعنی وقتایی که احساس میکنم نمیدونم قرار دلتنگشون شم، یعنی حس دلتنگی میاد سراغم که آره قرار دلتنگ شی و این داستانه و میفهمم که قرار اذیت شم از دلتنگیه چون خب الان نمیتونم ببینمشون از نزدیک. سریع حواس خودم پرت میکنم. خلاصه که تو این ویدیو فقط هدفم نشون دادن اتفاقای روزمرم نبود، بیشتر دلم میخواست حرف بزنم باهاتون، بگم که خیلی وقتا میشه، امیدوارم کسی یهو وارد استادی روم نشه چون مجبورم حرفمو قطع بکنم. میخواستم بگم که خیلی روزا هست که احساس بی انرژی بودن میکنیم یا یه سری اتفاق خیلی رندوم با هم دیگه میفته و باعث میشه که چه میدونم احساس بکنیم بد شانسیم، تمام بد بیاریا داره برای ما پیش میاد و بیشتر دلم میخواست تو این ویدیو بگم که هممون همین جوریم و من وقتایی که بی انرژی میشم بیشتر میرم سراغ یوتیوب و مثلا بلاگرایی که یکم انگیزه میده ویدیوهاشون بهم و دوست داشتم که یه همچین حالتی برای کسایی که ویدیوهای منم میبینن پیش بیاد که بدونن
فقط خودشون نیستن که این اتفاق براشون میفته و مثلا وقتی یه نفر دیگه همچین حسی داره، چند روز بی‌حوصله است، چی کار میکنه؟ مثلا واسه من امروز دیدین، من امروز تنها کاری که کردم این بود که باشم خودم از خونه بکشم بیرون، یکم به کارام برسم، یکم به خودم احساس مفید بودن بدم، با دوستان وقت بگذرونم در ادامه و اینجوری احساس میکنم که من همونو از استادیوم پا شدم برم سمت خونه، به خاطر اینکه یه ماهه یه بسته سفارش دادم و هر دفعه که میاره من خونه نیستم. الانم که رو ویدیو کال بودم دیدم یه شماره بهم زنگ زده، هر چی زنگ میزنم جواب نمیده. مال 10 دقیقه پیشه. میخوام ببینم آیا میتونم امیدوار باشم که بسته‌مو گذاشته باشه. انا فکر نمی‌کنم. دومین باره که بسته میاد خونه و من نیستم. من این نزدیک بودم. هرچند به شماره زنگ میزنم کسی جواب نمیده. دوباره فردا باید پاشم برم تا پست مرکزی بزنم بستم. کتابخونه اومدم بیرون که برم چند جا رزومه پخش کنم، اگه خدا بخواد بتونم کار پیدا کنم. وسط درس خوندن بودم که چت جی پی تی ارور داد و گفت تا ساعت 8 شب دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم. بنابراین گفتم که الان که نمیشه درس بخونم، فرصت مناسبیه که برم دنبال کار بگردم. خلاصه که فرصت جالبی نداره که با ازش فیلم بگیرم. رزومه رو پرینت گرفتم، میرم مغازه ها و کافه های مختلف، اینو میذارم رو میزشون و میام بیرون، منتظر میمونم تا یه هفته که بهم زنگ میزنن یه ویش میلک. از 10 تا رزومه ای که پرینت گرفته بودم من شبیه آقایون محترم شدم با این یقه. 3 تاش مونده، به خاطر اینکه خیلی جاهایی که میری شما غروب رو نگاه کن، خوشگل نیست. به خاطر اینکه یه سری جاهایی که میری میگن که نه نیرو نمیخوایم و ایتالیایی حرف نمیزنی، اصلا رزومه نذار و اینا. خلاصه که 7 تاشو دادم فعلا یه منطقه، تا روزهای بعدی بیام دنبال ادامهش بگردم. خیلی خستم، احتمالاً چت جی پی تیم دیگه اوکی شده باشه، میرم خونه کوچولو درس میخونم و میخوام. خلاصه اینکه بوس بهتون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم هر جا که هستین زندگی براتون خوب پیش بره. توی ویدیوهای بعدی حتما خیلی بیشتر باهاتون حرف میزنم. بوس خیلی قور داشتم، خیلی از قرامم خوردم که فاز منفی نشه، ولی بیشتر چرا من اومدم اینطور بیشتر دوست دارم که این وایبو بدم که زندگی برای همه آسون نیست، ولی میتونیم یه کارایی بکنیم که پسش بر بیایم. خلاصه اینکه مراقب خودتون باشین، کلی ماچ به کلتون، حمایت یادتون نره. بدرد.